افرادی که طرحواره بازداری هیجانی دارن معمولا به علت ترس از انتقاد شدن، قضاوت شدن یا ترس از طرد شدن هیجانات خودشون رو بروز نمیدن. اونها شادی خودشون، ناراحتی خودشون و خشم خودشون رو جلوی دیگران بروز نمیدن. این افراد از حرف زدن در مورد هیجانات خودشون اجتناب میکنن، یعنی هیجاناتشون رو به کلام در نمیارن. از لحاظ عاطفی بی تفاوت هستن. معمولا آدم‌های خیلی سرد و ماسکه‌ای به نظر میرسن. خویشتن‌داری خیلی شدید رو جایگزین صمیمیت میکنن. میترسن که اگر هیجانات خودشون رو بروز بدن، کنترل خودشون رو از دست بدن. بنابراین تاکید زیادی روی عقلانی سازی مسائل دارن و هیجانات رو در واقع یک مکانیزم دفاعی دوپاره سازی انجام میدن. هیجان رو از هر اتفاقی میگیرن و بیشتر بر جنبه عقلانی اون اتفاق تاکید میکنن. دلیل به وجود اومدن این طرحواره والدین سختگیری هستند که قواعد و قانونهای بسیار زیادی دارن، احساسات کودک رو سرکوب میکنن، با مسخره کردن و نادیده گرفتن احساساتی مثل غم، شادی و ترس کودک این احساسات رو در فرد سرکوب میکنن یا یه ترسی رو توی کودک ایجاد میکنن که کودک بترسه از اینکه هیجانات و احساساتش رو بروز بده. یکی از وظایف والدین این هستش که فضایی رو ایجاد بکنن تا کودک احساسات خودش رو در موقعیت‌های مختلف بیان بکنه. بنابراین اگر میخوایم که این طرحواره توی بچه‌ها ایجاد نشه، باید این فضا رو مهیا بکنیم تا احساسات خودشون رو بروز بدن.